هیچ وقت دنبال این نباشید که یه نفر بیاد بهتون عشق بده، چون بهتون نمیده. هیچ وقت منتظر این نباشید که کسی بیاد که دوستتون داشته باشه، چون نمیتونه دوستتون داشته باشه. اون عشقی که قراره در بیرون دریافت کنید و همیشه اول درون خودتون پیدا بکنید و سعی کنید که به اون آدمی که میخواید باهاتون برخورد بشه، باهاتون رفتار بشه، تبدیل بشید. یعنی اگر عشق میخواین اول خودتون باید عاشق خودتون بشید، مثل کسی برخورد بکنید با خودتون که دوست دارید باهاتون برخورد بشه، همونقدر عاشقانه، همونقدر دوست داشتنی. شما این عشق رو هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نمیتونید از بیرون دریافت بکنید، مگر اینکه خودتون عاشق خودتون باشید و کسی که عاشق خودش باشه نیازی نداره کسی دیگه بیاد عاشقش بشه.